خلیل سمایی جاولو هستم، مدیر مسئول فضای هنری فامیدوس بابوسر و امروز در فضای نمایشگاهی آقای حسین جهانبانیان قرار داریم. یکی از هنرمندان خودآموخته یا اوتسایدرهایی که در اصل 5 سال کار شروع کرده و خودش نقاشی میکنه و انتخابی که برای این کار از ایشون کارایشون انتخاب کردیم برای نمایشگاه در از معرفی این هنرمند خودآموخته و همچنین برای ترویج و فرهنگسازی در داخل شهرستان برای کسانی که سالخورده میشن و میتونن کارهای فرهنگی و هنری بکنن. و در رابطه با اینکه کارهای جهانبانیان نقاشی‌هایی هستن که دارای یک روح واحد و همچنین اکسپرسیو امتزاج کار میکنن و آثاری که ایشون از زیسته خودش و در اصل به شیوه هستی شناسانه از زندگی که دور بر خودش داشته به صورت کشاورزی و یا صیادی از این بخش کارا رو انجام میده و از این اتفاقها کمک میکنه برای درمان ترومایی که داره و اتفاقهایی که برای خودش به خاطر سالخوردگی و تجربه های زیستی زندگی که آسیب دیده رو در از ترمیم میکنه و کارا دارای یک روح شاد و روح به قول دلانگیز داره و میتونه در از اون بخشی که ما ازش به عنوان درمان صحبت میکنیم و اون بخشی که به عنوان کمک به آسیب درونی این هنرمند از این صحبت میکنیم، کار یک دست و خوب پیش میره و اون آرامش و در از آرامش به خود هنرمند داده میشه تو کارا و به مخاطب خودش. این کارا رو من یکی از کارهای خوب در این دوره میکنم و بخشی که من با سالمندان الان 2 سال کار میکنم و از تعداد 15-16 نفر از سالخوردگانی که از 65 تا 90 خورده سال با من کار میکنن هر هفته روزای سه‌شنبه برای دیدن کاراشون میرم و کاراشون رو در اصل مدیریت میکنم، نه اینکه آموزش بدم که به اون بخش و یعنی کاری که این دوست ما داره نسبت به اون کارها یه ویژگی خاصی داره، یک دستی کار، توانمندی کار، اجرای کار و زیبایی کار بدون حتی پلشتی و کار خیلی خوب اجرا میشه و قابل ارزش است.